در میانه شب‌های تاریک سوریه، وقتی خون و آتش هر گوشه را در بر گرفته بود، نامی در میان نیروهای مقاومت پیچید: سردار جواد غفاری، مردی که از او به عنوان قصاب داعش یاد میشد، کسی که در میدان جنگ همچون شعله‌ای می‌درخشید و نامش هراس را در دل دشمن می‌کاشت. داعش می‌دانست که وقتی او می‌آید شکست حتمی است. او نیرویی بود که در نبرد استراتژی را با شجاعت می‌آمیخت و دشمن را با هر حمله و هر تصمیم به وحشت می‌انداخت. سردار غفاری به سوریه نرفته بود تا فقط بجنگد. او آمده بود تا تاریخ را بازنویسی کند. خط مقدم بود. در یک حمله هماهنگ به مقرهای اصلی داعش، او به نیروهایش دستور داد تا در قالب دسته‌های کوچک و با استفاده از سلاح‌های سبک و تاکتیک‌های غیرمنتظره به قلب دشمن نفوذ کنند. صدای فریادها و تکبیرهای نیروهای ایرانی و سوری در میان آتش و دود همچون طوفانی خروشان تپه‌ها و کوچه‌های حلب را پر کرد. داعشی‌ها به سرعت متوجه شدند که هیچ نیرویی نمی‌تواند در برابر ضربات سردار غفاری مقاومت کند. در هر گوشه و کنار او با قدرت و دقت ضربه‌های مرگبار به دشمن وارد می‌کرد و با هر پیروزی کوچک اعتماد به نفس نیروهایش افزایش می‌یافت. او می‌دانست که پیروزی در این نبرد می‌تواند نقطه عطفی در جنگ باشد و این باور را به تمامی نیروهایش منتقل کرده بود. داعش که تا آن زمان به قدرت و وحشت افکنی شهرت داشت، حالا در برابر سردار غفاری با چالشی بی سابقه روبرو شده بود. آنها از او می‌ترسیدند، نه فقط به خاطر قدرت نظامیش، بلکه به دلیل رهبری بی‌نظیر و ذهن استراتژیکش. نیروهای داعش می‌دانستند که هر لحظه از مبارزه با او احتمال شکستشان بیشتر می‌شود. صدای قدم‌های او و فرمان‌های دقیقش برای آنها زنگ خطر بود. پیامی از نزدیک شدن پایان فروپاشی. بعد از روزان نبرد خونین و پرتنش، حلب آزاد شد. سردار غفاری با دستهای پوشیده از گرد و غبار و خون نگاهی پیروزمندانه به اطراف انداخت. نیروهای مقاومت در حالی که اشک‌های شوق و احساس پیروزی بر صورتشان میریخت به او سلام کردند. او تنها یک فرمانده نبود، او نماد امید و شجاعت بود. داعش دیگر نمیتوانست از قدرت سردار غفاری چشم پوشی کند. او به آنها نشان داد که با اتحاد و استراتژی حتی قوی‌ترین دشمنان هم شکست پذیرند. از آن روز به بعد نام سردار غفاری برای داعش همانند کابوسی هولناک بود که نمیتوانستند از آن فرار کنند. با آزادسازی حلب، سردار جواد غفاری نشان داد که نبرد علیه داعش هنوز به پایان نرسیده است. او میدانست که این پیروزی فقط یک شروع است و برای شکست کامل داعش باید با تمام قدرت و دقت به کار ادامه دهد. سردار غفاری به نیروهایش گفت حلب تنها یک مرحله بود. ما اکنون وارد مرحله جدیدی میشویم. مرحله‌ای که باید تا آخرین نفس مبارزه کنیم. این جمله همچون شعله‌ای در دل نیروهایش روشن شد. آنها می‌دانستند که فرماندهشان هیچگاه در میدان جنگ تنها نخواهد بود و همراهشان خواهد جنگید تا پیروزی نهایی. سردار غفاری با تکیه بر تجربیات خود در جنگ‌های پیشین عملیات‌هایی را طراحی کرد که دشمن را غافلگیر می‌کرد. یکی از استراتژی‌های کلیدی او استفاده از کمین‌های دقیق بود. نیروهای غفاری در مناطق مختلف سوریه، مخصوصاً در اطراف شهرهای دیر و زور و رقه، مخفی می‌شدند و به محض حرکت کاروان‌های داعش حمله‌ای برق‌آسا را آغاز می‌کردند. این تاکتیک‌ها نه تنها تلفات سنگینی به داعش وارد می‌کرد، بلکه به آنها این پیام را می‌فرستاد که در هر زمان و هر مکانی در معرض حمله قرار خواهند گرفت. دیر و زور، شهری استراتژیک در شرق سوریه، یکی از آخرین پناهگاه‌های مهم داعش بود. سردار غفاری برای این نبرد یک نقشه بی‌نظیر را طراحی کرد. عملیات مشترک با همکاری نیروهای مردمی و ارتش سوریه، با استفاده از شناسایی دقیق و هماهنگی بی‌نظیر. او نیروهایش را در موقعیت‌های کلیدی مستقر کرد.
این نبرد یکی از خونین‌ترین و نفسگیرترین عملیات ها بود. در یکی از شب‌های تاریک وقتی نیروهای داعش در حال تغییر مواضع خود بودند، سردار غفاری فرمان حمله را صادر کرد. نیروهایش با دقت و سرعتی غیر منتظره به سمت مواضع دشمن پیشروی کردند. صدای شلیک‌ها، انفجارها و فریادهای نیروهای مقاومت در دل شب پیچید. داعش که تا آن زمان خود را شکست ناپذیر می‌پنداشت، حالا در برابر تاکتیک‌های غافلگیر کننده سردار غفاری متحیر شده بود. این نبرد تا پایان آن شب به یک پیروزی دیگر برای نیروهای سردار تبدیل شد و نشان داد که او نه تنها یک فرمانده نظامی بلکه یک استراتژیست بی‌نظیر است که دشمن را با حرکات هوشمندانه‌اش در بهت و حیرت فرو میبرد. یکی از نکات برجسته در رهبری سردار غفاری توانایی او در ایجاد روحیه و اعتماد به نفس در میان نیروهایش بود. او همیشه در کنار آنها می جنگید و با عملکرد خود نشان میداد که هیچ خطری او را نمی ترساند. در یکی از روزهای پرتنش نبرد در رقه، نیروهای دشمن فشار زیادی وارد کرده بودند و نیروهای مقاومت در وضعیت دشواری قرار داشتند. سردار غفاری با دستهای خسته و لباسهای خونین به نیروهایش نزدیک شد و گفت: ما با هم اینجا هستیم و با هم خواهیم ایستاد تا پیروزی را جشن بگیریم. این کلمات نه تنها به نیروهایش انرژی و اعتماد به نفس میداد، بلکه باعث میشد که آنها با قدرتی دوچندان به نبرد ادامه دهند. داعش، گروهی که با وحشت افکنی و ترور قدرت خود را حفظ میکرد، حالا در برابر سردار غفاری و نیروهایش احساس ضعف میکرد. آنها میدانستند که هر بار که نام او شنیده میشود باید آماده شکست باشند. سردار غفاری نه تنها در میدان جنگ بلکه در جنگ روانی نیز برتری داشت. او با استفاده از رسانه‌ها و اعلام پیروزی‌های مداوم روحیه نیروهایش را بالا می‌برد و به دشمن نشان میداد که شکست در برابر او حتمی است. سردار جواد غفاری نه تنها به دلیل توانایی‌های نظامی و استراتژیکش در یادها ماندگار شد، بلکه به عنوان نمادی از شجاعت، رهبری و اعتماد به نفس در برابر دشمنان تیر دل شناخته شد. او نشان داد که با اتحاد و عزم راسخ حتی بزرگترین تهدیدها نیز شکست پذیرند. نام او برای داعش و دیگر گروه‌های تروریستی همچون کابوسی همیشگی بود، کابوسی که هیچگاه نمیتوانستند از آن فرار کنند. با پیروزی‌های پی در پی در میدان‌های جنگ، سردار غفاری تبدیل به چهره‌ای افسانه‌ای در میان نیروهای مقاومت و کابوسی واقعی برای داعش شده بود. اما او هرگز در پی جنگ برای جنگ نبود. هدف او واضح بود: نابودی کامل داعش و پاسبسگیری امنیت برای مردم سوریه. او می‌دانست که دشمنی که تا آن زمان با قدرت و وحشت خود پیشروی می‌کرد، حالا در برابر قدرت استراتژیک و اراده آهنین او به تنگنا رسیده است. یکی از بزرگترین عملیات‌های سردار غفاری عملیات طوفان انتقام بود. عملیاتی که قرار بود ضربه نهایی و غیر قابل جبران به داعش وارد کند. این عملیات در منطقه‌ای با موقعیت استراتژیک حساس برنامه‌ریزی شد. منطقه‌ای که از یک سو دروازه‌ای به مناطق تحت کنترل داعش بود و از سوی دیگر مسیر انتقال سلاح و تجهیزات به دیگر شهرها را کنترل می‌کرد. برای این عملیات سردار غفاری یک طرح پیچیده و چند مرحله‌ای را صادر کرد. او نه تنها از نیروهای ویژه خود استفاده کرد، بلکه با همکاری نیروهای مردمی و ارتش سوریه برنامه‌ای جامع برای محاصره و نابودی مواضع داعش ترتیب داد. هدف او این بود که دشمن را در کمترین زمان ممکن تحت فشار قرار دهد و آنها را مجبور به تسلیم کند. عملیات آغاز شد. نیروهای سردار غفاری با سرعتی برق‌آسا و هماهنگی بی‌نظیر به سمت مواضع داعش حرکت کردند. در ابتدا با استفاده از حملات سریع و هدفمند، خطوط دفاعی دشمن در هم شکست. نیروهای داعش که به طور سنتی به قدرت آتش و جنگ‌های مستقیم تکیه می‌کردند، حالا در برابر تاکتیک‌های غیرمنتظره سردار غفاری گیج و ناتوان شده بودند. صدای انفجارها، شلیک‌های پی در پی و فریادهای نیروهای مقاومت در گوشه و کنار میدان طنین‌انداز بود.
سردار غفاری با دقتی بی‌نظیر نیروهایش را هدایت می‌کرد و با آنها می‌گفت این تنها نبرد برای ما نیست، این نبرد برای کرامت و آینده مردم سوریه است. هیچ کس نباید عقب بنشیند. این کلمات انگیزه‌ای دوباره در دل نیروهایش می‌افکند و آنها با قدرتی خارق‌العاده پیش می‌رفتند. به زودی دشمن متوجه شد که در برابر سردار غفاری با تهدیدی جدی مواجه است. نیروهای داعش که سابق بر این با شجاعت و خودخواهی می‌جنگیدند، حالا در برابر حملات دقیق و هماهنگ نیروهای سردار دچار وحشت شده بودند. گزارش‌های میدانی نشان می‌داد که نیروهای داعش به طور مداوم در حال فرار و تخلیه مواضع خود هستند، در حالی که سردار غفاری همچنان با استراتژی‌های خود آنها را تحت فشار قرار می‌داد. بعد از ساعت‌ها نبرد بیرحمانه و پیگیری‌های مستمر، سردار غفاری فرمان آخرین حمله را صادر کرد. نیروهای مقاومت با فریادهای الله اکبر و به دنبال فرماندهشان به دل مواضع اصلی داعش هجوم بردند. صدای شکست خطوط دفاعی دشمن اعلام کننده پیروزی قطعی بود. داعش که دیگر توان مقابله نداشت، در برابر طوفان انتقام سردار غفاری فرو ریخت و شکست خورد. پیروزی در موصل نه تنها برای نیروهای مقاومت یک روز تاریخی بود، بلکه پیامی به جهان ارسال کرد. داعش دیگر آن قدرتی که می‌خواست به وحشت جهان بپراکند نیست. سردار جواد غفاری با رهبری شجاعانه و استراتژی‌های بی‌نظیرش نشان داد که حتی بزرگترین تروریست‌ها نیز می‌توانند شکست بخورند و اینکه اراده انسان در برابر ظلم و ترور می‌تواند پیروز شود.